کلا دوران خیلی سختی بوده واسم و خیلی واسم سخت شده، با اینکه هم مشکلات فاینانشلی دارم الان، مثلا اینجا میگه او مای گاد داره فشار میاره، من نمیتونم هی ویدیو بذارم، روز به روز ویدیو بذارم. و اون موقع بود که من اینجوری بودم که من دیگه نمیتونم زندگی کنم و اولین باری بود که I attempted، سعی کردم که خودکشی کنم. هیچ وقت هیچ کس نپرسید که سارا 13 سالته، کم بود واسط؟ مهم نیست تو چقدر داغونی این وسط، مهم اینه که بقیه چی فکر میکنن، مردم چی فکر میکنن. این که مردم چی فکر میکنن از همه چی مهمتره. یکی از دلایل بزرگی من اینقدر طول کشید، این همه سال طول کشید بیام بیرون واسه پول بود. به به تورنتو